آزمون ولایتی تاجیکستان وطنی نوروز است که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت از جانب ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سوخت در همکاری با تلویزیون بهارستان، شرکت ساختمانی استقلال گروه و روزنامه وارثان سوخت به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و استقبال سزاوار نوروز فرخنده پی برگزار گردید. با جنبست و نتیجه گیری با شکوه انجام یافت. در قسمت رسمی مراسم جنبست معاون رئیس ولایت سوخت اشتراک نموده از اهمیت تاریخی و فرهنگی نوروز همچون جشن باستانی و رمز احیا و نوسازی یادآور شد. قید گردید که چنین آزمون‌ها برای تربیت نسل خودآگاه، ایجادکار و وطندوست زمینه مساعد فراهم می‌آورد. چون اطلاع داده شد، آزمون دوام 2 ماه طریق شبکه‌های اجتماعی در شکل آنلاینی از روی 3 نومیناسیون بهترین رسم، بهترین رولینگ و بهترین ایجاد شعر جریان گرفت. در آزمون زیاده از 300 نفر اشتراکچیان فعال از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت که سینشان از 10 تا 30 ساله را در بر می‌گرفت شرکت ورزیده کارهای ایجادی خود را مطابق به طلبات نظامنامه آزمون پیشنهاد نمودند. نوروز جشن قدیمی ماست. در این آزمون اشتراک کردم و غالب آمدم. ما کودکان نوروز را دوست می‌داریم. هر یک مواد پیشنهاد شده با مضمون و محتوای بلند انعکاس ارزش‌های ملی، زیبایی‌های نوروز و احساس وطن‌دوستی از همدیگر فرق می‌کردند. در فرجام چهاربینی غالبان و جایزه‌داران آزمون در فضای تنتنه‌ای با سپاسنامه، دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گردیدند. در این آزمون از گوشه و کنار ولایت سوخت طریق آنلاین دوام 2 ماه نورسان و جوانان از سن 10 ساله تا 30 ساله اشتراک نمودند. هدف از دایر نمودن این آزمون با نفوذ این پیش از همه ارج گذاشتن به رسم و رسوم خلق تاجیک، عنعنه‌های ملی و احیای سنت‌های اجدادی بین نورسان و جوانان بود که ما احساس نمودیم که این گونه جوانان زیرک و هوشمند به وسیله این آزمون باز به تاریخ روی آوردن و از فرهنگ پرغناوت خلق تاجیک باز از نزدیکتر آشنا گردیده. مقصد اساسی چهاربینی نیز ترغیب و تشویق عنعنه‌های نیک اجدادی، ارجگذاری به فرهنگ و هنر ملی، دریافت چهره‌های صاحب استعداد و بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی ملی میان نورسان و جوانان ارزیابی گردید. مستانم هندی لازاده، غالب عبدالغفارов، حبیب ابراهیم زاده، اخبار.